باهوشترین نژاد سگ‌های جهان. به طور کلی سگ‌ها در مقایسه با سایر حیوانات خانگی از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار میباشند. در این بین برخی از نژاد سگ به واسطه هوش و ذکاوت بسیار بالای خود طرفدار بیشتری دارند. اگر دوست داری بدونی باهوشترین نژاد سگ کدومه، تا آخر ویدیو همراه من باش. شماره 10. نژاد کتل استرالیایی. یکی از کمیاب‌ترین نژاد سگ در جهانه و بسیار باهوشه، به طوری که وقتی صاحبش بهش چیزی میگه فوراً اون متوجه میشه و بهترین عملکرد ممکن از خودش نشون میده. این سگ باهوش داره ظاهری بدون نقصه و در کنار هوش بالا داره شخصیت خاص و حس کنجکاوی بسیار بالایی. شماره 9. نژاد روتوایلر. سگ روتوایلر دارای هوش بالای 70% و همیشه از صاحبش مراقبت میکنه و به او خیلی وابسته است، به طوری که اگه خطر صاحبش رو تهدید کنه جون خودش رو به خطر میندازه و باعث نجات صاحبش میشه. شماره 8. نژاد سگ پاپیلون. این نژاد از سگ از چالاکی بسیار بالایی برخورداره و به خاطر چشم‌های گیرا و زیبایش یکی از نژاد عروسکی و با محبوبیت فوق‌العاده بالا در جهانه. این سگ بسیار باهوش و زیباست و طرفدار بسیاری داره. شماره 7. سگ لابرادور ریتریور. این نژاد سگ در کنار هوش بسیار بالا دارای قوی ترین حس بویایی در مقایسه با سایر نژاد دیگر می باشد. در نیروهای تجسس و اداره پلیس برای کشف مواد مخدر و اجساس از این سگ کمک می گیرند. در مسابقات جهانی از این سگ به عنوان باهوشترین سگ جهان یاد می شود. شماره 6. نژاد شتلند شیپ یا سگ گله. سگ از نظر جثه اندازه متوسطی داره و همچنین قسمت سر آن از موهای کرکی مختلف پوشیده شد. این سگ باهوش به صورت آنی فرمان سرپرست خود را شناسایی و اجرا می کند. همچنین در صورت وارد شدن به محیط جدید به سبب هوش بالا دچار استرس و حتی رفتارهای هیجانی نمیشه. این سگ جهت نگهبانی در گله‌های مختلف حیوانی بهترین گزینه است و قدرت بدنی بسیار بالای جهت مراقبت از گله رو داره. شماره 5. دوبرمن پینشر. سگ دوبرمن از نظر ظاهری بسیار آرام و مهربان به نظر میرسه. همچنین در مقایسه با سایر نژادهای سگ هوش بالایی داره. ظاهر و جثه بزرگتر و همچنین درک بسیار بالا از ویژگی‌های این نژاد خاص و محبوبه. این سگ کاملا اصیل و سلطنتی است و برای نگهبانی کاملا ایدئاله. شماره 4. جرمن شپرد. قطعا یکی از اصیلترین و باهوشترین نژاد سگ در دنیاست. این سگ‌ها حتی به عنوان عضو اصلی در گروه‌های امداد و نجات به سبب هوش بالا به انسان کمک می‌کنه و از مشام قوی برخورداره. در مواقع خطر و شرایط اضطراری این سگ‌ها به کمک انسان میاد. از ویژگی‌های این سگ میتونم به گوش‌های کاملا کشیده و همچنین جثه‌ای ورزیده اشاره کرد. از دیدگاه کارشناسان این سگ یکی از باهوشترین نژاد سگ است. شماره 3. نژاد پودل. این سگ باهوش و بازیگوش دارای پوشش حجیمی از موهای فر و ضخیمه و با اینکه جثه ریزی داره از هوش و استعداد بالایی برخورداره. این سگ جهت نگهداری در آپارتمان گزینه مناسبیه، چون در مقایسه با سایر نژادها سر و صدای کمتر و قدرت درک اتفاقات بیش از خطر داره. 2. نژاد بوردر کالی. این سگ به سبب هوش بسیار بالای ذهنی هر پدیده‌ای را به خاطر میسپاره و حتی در شرایط عادی به هیچ وجه چیزی را فراموش نمی‌کنه. حافظه کوتاه مدت این سگ در مقایسه با سایر نژادهای دیگر بسیار بهتره. این سگ در کنار هوش بسیار بالای ذهنی از ظاهری بسیار متفاوت و خاص برخوردار میباشد. و شماره 1. نژاد گلدن ریتریور. باهوشترین نژاد سگ گلدن ریتریوره. این سگ بزرگ جثه و بسیار آرومه و از عواطف و احساسات خاصی برخورداره. همچنین این سگ ارتباط بسیار خوب و سالمی با انسان‌ها داره. این سگ در چند ثانیه فرمان صاحبش رو انجام میده.
این سگ پوشش بسیار گسترده و نرمی داره و در رده نمونه های برتر و باهوش بسیار بالا جهت نگهداری و نگهبانی شناخته میشه. از همه ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. از شما دعوت من ویدیوهای بعدی من رو تماشا کنید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید ممنون میشم که با کامنت و لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید.